من چاری شیرلیوف هستم. شما فیلم های چند قسمتی مرا تماشا کرده اید. در آنها از میراث فرهنگی بسیار غنی بر جای مانده از نیاکان باستانی ما گفتگو می شود. من می خواهم شما را با میهنم، یعنی سرزمین باستانی و تجدید حیات یافته ترکمنستان و تاریخ مردم کشورم آشنا کنم. آشنایی من را از میدان استقلال که مکانی مقدس برای همه مردم ترکمنستان است آغاز می کنیم. این میدان را من بیشتر از هر جای دیگر دوست دارم. در فراز آن ارواح نیاکانمان در پروازند. ملتی که گذشته خود را به خاطر ندارد و به آن احترام نمیگذارد و مورد مطالعه قرار نمیدهد، آینده ای نمیتواند داشته باشد. بنابراین من میخواهم برای شما از کسانی که منشأ پیدایش ملت ترکمن بودند حکایت کنم. از دولتمردان، فرماندهان، فلاسفه و شاعرانی که اصلیتی ترکمنی داشتند. چقدر دلم میخواست که با آنها از علت نگرانی های آنها در آن زمان و حرکت به سوی چنین سرنوشت افتخارآمیز و در این حال سخت و آرزوهایشان سخن گویم. وقتی که خداوند زمین را بین ملل و اقوام تقسیم کرد، برای ترکمنها سرزمین وسیع با کوهها، دریاها، کویرها و مناطق گرمسیر اختصاص داد. باری تعالی فرمود در این سرزمین مقدس کشف ثروت‌های شگفت انگیز و بی حساب زیرزمینی سرزمین ترکمن در انتظار شماست. و اما مهمتر از همه ملت ترکمن سرنوشت تاریخی و پر افتخاری خواهد داشت. ترکمنستان میراث مقدس نیاکان. تمدن‌های عظیم باستانی نظیر جیتون در هزاره ششم پیش از میلاد، آلتین تپه، مارکوش، آنو، تمدن شهرنشینی اولیه عصر مفرق و همچنین مشخصه‌های معروف مرو و نیسا، پایتخت امپراتوری پارسا و سایرین که در قرن سوم بیش از میلاد دوره شکوفایی خود را سپری نمودند، اثراتی مبنا شدنی در تاریخ ابناء بشر بر جای گذاشتند. آثار بزرگ دستان هنرمندان و معماران ترکمنستان نظیر آرامگاه سلطان سنجر، مقبره توربک خانم، آرامگاه ابوالفضل و ابو سعید و اصحاب حضرت محمد صلی الله علیه و آله، کاروانسراهای متعدد و خرابه‌های کاخ‌ها و شهرهای قدیمی، همه آنها جزئی از گنجینه فرهنگ جهان، شاهدان خاموش زندگی صدها نسل از ترکمنها و یادآور ریشه‌های کهن ملت ترکمن به انسان‌هاست. اراضی ترکمنستان معاصر زادگاه یکی از نخستین دولت‌های جهان است که از نظر اهمیت تاریخی چیزی کمتر از دولت‌های هند و مصر ندارد. منابع تاریخی گویای آن است که در هزاره سوم پیش از میلاد کشور بزرگ اقوام ترک زبان تحت عنوان توران در اراضی کشور ما تشکیل گردیده است. در این زمان همه اقوام تورانی از قبیل سکاها، مساگدها، سعدیان، سرمتها یعنی سرمدیان و غیره توسط اوغوزخان سپهسالار بزرگ دوران باستان و جد همه ترکمنها متحد گردیده بودند. پس از 2000 سال در اواسط هزاره اول پیش از میلاد قبایل ترکمن در اراضی ترکمنستان سه امپراتوری بزرگ شرق، یعنی امپراتوری پارسا، امپراتوری خوارزم و دولت معظم کوشانها را بنیانگذاری نمودند.
اوغوزها، ترکمنها طی تاریخ طولانی حیات خود دهها امپراتوری و دولت‌های کوچک و بزرگ را تشکیل دادند. ملت ترکمن متشکل از اقوام بزرگ باستانی شامل اسکیف‌ها، سکاها، مساگدها، سرمت‌ها، آلانها، هونها، ترکها، پارتها و خوارزمیان در قرون نهم تا 12 دوره ترقی و اعتلاع خود را تجربه کردند. در این دوره بود که ترکمنها امپراتوری‌های بزرگ آسیا یعنی یابقوهای اوغوزها، قرخانیان، غزنویان، ترکها، سلجوقی‌های کبیر، خوارزمشاهیان و همچنین شاهزاده نشین‌های اروپای شرقی، مهاراجه نشین‌های هند و شیخ نشین‌های خاور نزدیک و میانه و ماورای قفقاز و غیره را تشکیل دادند. شکوفایی تمدن همیشه مهاجرت و گسترش مرزها را به دنبال خود داشته است. مثلا از هزاره سوم پیش از میلاد تا سده 13 میلادی اجداد ما یعنی ترکمنها در سراسر اراضی آسیای مرکزی، آسیای صغیر، سیبری، هندوستان، اروپای شرقی، قفقاز و غیره پراکنده شده و بدین ترتیب موجب تولد نخستین دولت‌های دنیا گشتند. در آن دوران در سراسر اراضی نام برده بیش از 70 دولت تشکیل داده شد. در سده‌های میانه ترکمنها در تشکیل امپراتوری بزرگ دنیای آن روز یعنی امپراتوری ترکمنها سلجوقیان که در سرنوشت تاریخی ملل شرق اثری درخشان از خود به جای گذاشته است نقش ویژه‌ای ایفا نمودند. مثلا بانی امپراتوری بزرگ سلجوقیان محمد طغرلبک ترکمن می باشد. در سال 1055 میلادی سلطان طغرلبزرگبک بنا به درخواست خلیفه عرب وارد بغداد شد و صلح و آرامش خلافت عرب را تأمین نمود. خلیفه نیز به نوبه خود تاج بر سر او گذاشت و به عنوان حاکم شرق و غرب منصوب نمود. بدین ترتیب در قرون وسطا ترکمنها سلجوقیان نقش تعیین کننده‌ای در حفظ خلافت عرب و نتیجتاً اسلام داشتند. آلپ ارسلان ترکمن دومین سلطان امپراتوری سلجوقی است که در دوره سلطنتش یعنی در سال 1071 میلادی نبردی بزرگ بین ترکمنها و ارتش بیزانس به فرماندهی امپراتور رومان دیوژن روی داد. ارتش بیزانس سرکوب و امپراتور نیز اسیر گردید. آخرین سلطان امپراتوری ترکمنها سلجوقیان سلطان سنجر ترکمن 5000 سال است که ترکمنها در سراسر گیتی سکونت دارند، در مناطقی که با ملل دیگر آمیخته شده و امتزاج یافتند. آثاری قابل توجه در زبان، فرهنگ و آداب و رسوم آنها از خود بر جای گذاشتند. در سده‌های میانی اندیشمندان ترکمن از قبیل محمد خوارزمی، احمد یسوعی، مولانا جلال الدین رومی، خواجه بکتاش ولی، یونس عمره، قاراجه اوغلان و همچنین ملا نفیس، مختوم قلی، کیمینه و بسیاری دیگر زیستند و آثار جاودانه خود را آفریدند و مردم را به وحدت، صبوری، یکپارچگی و زندگی صلح‌آمیز فرا خواندند. اگر می توانستم با همه آنها هم صحبت شوم از آنها می پرسیدم در هزاره سوم چه چیزی در انتظار بشریت است؟ آیا باز هم جنگ‌های خونین سراسر جهان را به لرزه در خواهد آورد؟ آیا صدای شیون و فغان کودکان و مادران باز هم شنیده خواهد شد؟ من می‌دانم که همه ملل
باید به داشتن آینده‌ای بهتر امیدوار باشند و ما انسان‌ها در خانه مشترکمان یعنی کره زمین در صلح و صفا زندگی و کار کنیم و مهمان یکدیگر باشیم. همکنون توجه همه جهانیان به مطالعه میراث فرهنگی ترکمنستان معطوف گشته است. برگزاری کنفرانس بین المللی میراث تاریخی و فرهنگی ترکمنستان در ماه اکتبر سال 2000 میلادی در پایتخت کشورمان اشخاباد و با شرکت بزرگترین محققین دنیا رویدادی بزرگ در حیات فرهنگی ترکمنها بود. این رویداد یک بار دیگر نشان داد که توجه همه جهانیان به مردم ترکمنستان صاحبان یک فرهنگ باستانی و نیرومند و رهپیشگان مسیر بی‌طرفی و ایجادگری و سازندگی معطوف گردیده است. صدور فرمان تشکیل پژوهشکده دولتی بین المللی پژوهش میراث فرهنگی ملل ترکمن در آسیای مرکزی و شرق از طرف رئیس جمهور کشورمان جناب آقای سفر مراد ترکمنباشی مرحله مهم در تاریخ کشور ما بود. کشور ترکمنستان 30% ذخایر مواد خام و هیدروکربنی جهان را صاحب است. تمامی شاخه‌های تولیدی در صنایع و کشاورزی با شتابی بی‌سابقه توسعه می‌یابد. شهرهای ما با سرعتی حیرت انگیز و افسانه‌ای نوسازی می‌شود. سطح رفاه مردم ارتقا می‌یابد و فرهنگ ملی ما شکوفا می‌گردد. در سال 1995 با حکم اکثریت مطلق آرا در سازمان ملل متحد بی‌طرفی دائم به کشور ترکمنستان اعطا گردید. رئیس جمهور ترکمنستان سفر مراد آتایوویچ نیازوف است و ترکمنستان در آسیای مرکزی قرار دارد. مساحت این کشور 491,800 کیلومتر مربع و جمعیتش بالغ بر 5 میلیون نفر است. در این کشور نمایندگان بیش از 100 ملیت در صلح و آرامش در کنار هم زندگی می‌کنند. وطن من طبیعت بسیار زیبا و ثروتمندی دارد که در نوع خود بی‌نظیر است. در آغاز دهه 70 و در کوههای کوکینتان در جنوب شرقی کشور ریزش خاک روی داد و جهان از وجود فلاتی وسیع و چندین کیلومتری با رد پاهای دانیاسورها آگاه شدند. این تنها نقطه دنیاست که 1500 سال قبل حیوانات عظیم و جثه‌ای که روی پاهای عقبی خود راه می‌رفتند بیش از 2000 رد پا از خود به جای گذاشتند. مهمانی که به پایتخت ترکمنستان یعنی شهر اشخاباد می آید حتما دلش می خواهد از دریاچه زیرزمینی قواتا و آبهای گرم هیدروژن سولفوره در حوالی پایتخت که ده‌ها هزار سال است در فعالیت است و نیاکانمان طی صدها سال زخمهای جنگی و امراض مفاصلشان را در آن معالجه می نمودند بازدید نماید. در کوههای کوکینتان طبیعت غارهای استالاکتیت با زیباترین اشکال و رنگ‌های بلورین را خلق نموده است. این غارها افکار و خیالات شما را به گذشته‌های دور برمی‌گرداند و دنیایی اسرارآمیز را در مقابل شما می‌گشاید. طبیعت ترکمنستان نقاط بکر و دست نخورده بسیار دارد. در این اراضی 8 منطقه حفاظت شده شامل ریتک، خزر، سوند، خاسارداغ، قاپلانقیر، آمودریا، کوکینتانگ، بادخیز و کوپداغ قرار دارد. سرازیرهای کوه‌ها با گلها و شقایق‌های وحشی پوشیده شده است که از نظر رنگارنگی و گوناگونی چیزی کمتر از گلهای پرورش یافته هلندی نیست.
مهمانان ما در زیباترین فرودگاه جدید آسیای مرکزی که نام سفر مراد نیازوف را بر خود نهاده فرود می آیند. انسان‌هایی که زندگی پرتلاشی دارند می توانند به پیاده‌روی بر کوره‌راه سلامتی سردار بروند. طول این کوره‌راه تقریباً 40 کیلومتر است. اولین ورزشکاری که پلکانی به سوی آسمان و مسافت طولانی ماراتون مانند آن را در یکی از مسابقات بین‌المللی و ویژه که در یکی از ایام جشن برگزار می شود تا پایان طی نماید، یک رأس اسب اصیل نژاد آخالتکه را به عنوان جایزه دریافت خواهد نمود. غرب ترکمنستان به آبهای گرم دریای خزر منتهی می شود. دریایی که 90% خاویار سیاه تولیدی در سراسر دنیا را به تنهایی تولید می کند. مهمانانمان می توانند در دریای خزر ماهیگیری نمایند. جالبترین سیاحت گردش در جاده بزرگ ابریشم با شتر و سفری نمودن شب در کویر قرقوم است. من می‌دانم که وقتی در کنار خرمن آتش نشسته و به آسمان نگاه می‌کنی می‌توانی آرزویی بکنی که قطعاً تحقق می‌یابد. هدیه‌های سخاوتمندانه خاک ترکمنستان یعنی خربزه و انگور بسیار عالی به دفعات متعدد موفق به کسب جوایز عالی از خبرگان بین‌المللی گشتند. فرش‌های ترکمنستان از شهرتی غافلگیر کننده و عالی برخوردارند و گل‌های اصرارانگیز آنها ترانه‌های دل زنان ماست. و اما اسب‌های آخالتکه که مایه افتخار ملت ترکمن است، سوار بر این اسب‌های اصیل مهمانان کشورمان می‌توانند در کوره‌راه‌های کوهستانی به گردش بپردازند. از من اکثریت می‌پرسند قیمت اسب‌ها و فرش‌های شما چقدر است؟ و من پاسخ می‌دهم که قیمتی نمی‌توان بر آنها گذاشت، چرا که آنها حاصل زحمت و ثمره روح نسل‌های متعدد ترکمن است. بنابراین فرش‌های ما با آن نقوش و گل‌های اصرارانگیز قلب نیکان ماست که آنها را بافتند و اسب‌های اصیل آخالتکه ضربان قلب گل‌های فرش هاست و تا وقتی که قلب حتی یک اسب اصیل آخالتکه در سینه اش بتپد و فقط یک فرش بافته شود، ملت ترکمن زنده است. آشنایی با فرهنگ، هنر، آداب و رسوم مردم ترکمنستان که ریشه در اعماق قرون و آثار دارد برای شما جالب خواهد بود. هیچ کدام از جشن‌ها و اعیاد ترکمن بدون آلت موسیقی ملی ما یعنی دوتار که از دوران باستان از اشتهار برخوردار است برگزار نمی شود. در تمامی دوران و از منها ترکمنها به هنگام ترک زادگاه خود دوتار را که بخشی از میهنشان بود و در غم و شادی در کنار انسان قرار داشت با خود بر می داشتند. بسیار از برخوردهای نظامی با موسیقی دوتار متوقف شدند. صدای مقدس آن از خونریزی‌های زیاد جلوگیری کرده و بر سرهای آتشین مزاج طرفین تأثیرگذار بوده است. به همین دلیل دوتار یکی از سمبول‌های ملی ترکمنستان است. زینالات زنانه که از قرن ششم پیش از میلاد در ترکمنستان مشهور بوده اند خصیصه قطعی جشن‌ها و اعیاد ترکمنی است. در آن زمان تحمورشاه ملکه سعدیان یکی از نیاکان ترکمنها همراه با زنان دیگر و مردان جنگجو لباس نظامی می پوشیدند و برای دفاع از وطن خود
بر علیه سپاهیان کوروش وارد نبرد شدند. بنابراین از آن هنگام تا کنون زنان ترکمنستان چهره خود را با چادر نمی پوشند و از احترام عمیق مردان برخوردار شدند و حالا این زین‌الآلات که زمانی زره و جوشن نظامی بوده و اکنون باران نقره نامیده می شود، سمبل استقلال زن است و زیبایی و عظمت زن را مورد تأکید قرار می دهد. همه مهمانان ما بدانند که با خرید جواهرالات و تولیدات زرگری ترکمنی و امتحان کردن آنها بر خود، قلب مردان و همسران خود را برای همیشه تصاحب می کنند. طعم غیرعادی غذاهای ملی ترکمنی را برای تمام عمرتان به خاطر خواهید سپرد. این غذاها که بر روی خرمن آتش تهیه می شوند عبارتند از شوربا، پلو، شیشلیک، تامدرلی، ایچلیکلی، دوغراما و انواع نان گرم. شاهین‌های شکارچی ترکمن، بالوبان‌ها و تازی‌های شکارچی از شهرتی جهانی برخوردارند. شکار با شاهین یکی از رسوم کهن ترکمن هاست. باشگاه ملی شکارچیان شاهین باز ترکمنستان عضو انجمن بین المللی شاهین بازان است. باشگاه ما در مسابقات بین المللی به کرات به مقام نخست رسیده است. شکار با شاهین در گذرگاه کاروان واقع در شنزارهای قراقوم مرکزی به همراه سگ‌های تازی شکارچی ترکمنی تا مدت‌ها به خاطر خواهد ماند. ترکمنستان به خاطر پرورش گوسفند نژاد قره‌گل که از پشمش پوستین مشهور قره‌گل دوخته می‌شود شهرت دارد. در دوران باستان بسیاری از سیاحان به ترکمنستان می آمدند و سعی می کردند طلای پشمی ترکمنستان یعنی پشم گوسفند قره‌گل را به دست آورند. گوسفندهای نژاد مشهور ساراجین نیز به خاطر پشم سفیدشان که دارای 80% کرک و 20% رشته‌های متوسط است همانقدر در سطح دنیا مشهورند. فرش‌های مشهور ترکمن را از پشم گوسفندان نژاد ساراجین می‌بافند. سگ‌های آلابای ترکمن به حفاظت گله‌های بزرگ گوسفند از حمله گرگ‌ها کمک می‌کنند. ترکمنستان به داشتن آسایشگاه‌های مجهز نیز شهرت دارد. از جمله مرکز جدید امراض قلبی شهر اشخاباد، همچنین پژوهشکده امراض چشم و مرکز ویژه معالجه دردهای مفاصل و نازایی زنان در ملاقره. آسایشگاه آرچمان مخصوص معالجه امراض معده و روده، آسایشگاه بایرامعلی در حومه مرگ برای معالجه امراض کلیوی و دیگر مراکزی که میتوان نام برد. بر اساس افسانه‌ای که در میان توده مردم رایج است، وقتی در قرن چهارم پیش از میلاد اسکندر مقدونی با سپاهیانش به ترکمنستان آمد و مرگ را تسخیر نمود، یکی از فرماندهان سپاهش متوجه شد که درد کلیه‌هایش که مدت‌های طولانی او را رنج میداد ناگهان متوقف شد. او با سپاهیانش حرکت را ادامه داد و درد از نو شروع شد. بنابراین او مجبور شد از سلطان عالی مقام خواهش کند که او را در ترکمنستان بگذارد. او برگشت و عمری طولانی و بدون احساس درد در کلیه‌هایش داشت. اشخاباد یکی از زیباترین شهرها و پایتخت‌های دنیا با کاخ‌ها، فواره‌ها، موزه‌ها و مجموعه‌های یادبود شناخته می‌شود. من شما را با تاریخ میهنم آشنا کردم، ولی من فقط بخش بسیار اندکی از آنچه را که شما با آمدن به کشورمان می توانید از نزدیک مشاهده کنید برایتان بازگو کردم. ملت ترکمن ضرب‌المثلی بسیار زیبا دارد که میگوید مهمان بالاتر از پدر است. این ضرب‌المثل خود گویای همه چیز است. مختوم قلی شاعر بزرگ ترکمن در قرن 18 گفته است اینجا برادری رسم و دوستی قانون است. رفتار صمیمانه با مهمان در خون ملت ترکمن است و این شیوه زندگی ماست. ما همه شرایط لازم برای استراحت، سیاحت
و آشنایی شما با مردم صلح طلب و مهمان نواز و یکی از قدیمی ترین ملل جهان یعنی ترکمنها را فراهم میکنید. من میدانم که پس از دیدن همه آنچه که دیدید در دلهایتان آرزوی بازدید مجدد از ترکمنستان مشتعل شده است. این شعله آتش تا وقتی که به کشور ما نیامده اید آرامش را از دلهایتان سلب می کند. میراث نیاکان ما اثری محو ناشدنی در دلهای ما از خود بر جای گذاشته است. بنابراین وظیفه نسل ما ادامه راه اجداد و پدران پر افتخار ماست. بلی، وطن و مادر انتخابی نیستند. ما خدای باری تعالی را سپاس می‌گزاریم که چنین میهنی را به ما هدیه داده است. ما از مادرانمان به خاطر آنکه ما را در این سرزمین مقدس به دنیا آوردند سپاسگزاریم. در هزاره جدید سوم نیز ما با شایستگی خواهیم زیست و شرف و آبروی میهن عزیزمان ترکمنستان را خدشه‌دار نخواهیم کرد. فیلم دنباله دار. سناریو نویس چاری شرلیوف، کارگردان ها مراد اورازوف، چاری شرلیوف، مشاور پروفسور عوض گوندوغدیوف، مدیر یوری فلوتکوف. شرکت آرکاش توریسم به نمایندگی مدیر و تهیه کننده فیلم های چاری شرلیوف از تمامی علاقمندان برای سیاحت به ترکمنستان دعوت می کند. شرکت چول فیلم به نمایندگی مدیر و تهیه کننده فیلم های چاری شرلیوف از تمامی علاقمندان به تولید مشترک فیلم های مستند و داستانی دعوت به همکاری می نماید. آدرس ما ترکمنستان، اشخاباد، شهرک میر ممیز 3، ساختمان شماره 1، بلوک گا، تلفن 45 52 74 44 17 39، فاکس 44 17 56 و پست الکترونیکی.